أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش صرف، آموزش نحو، الحمدلله که ما و شما از کتاب الآجرومیه، کتاب نحو 6 درس گرفتیم و حالا درس هفتم را به سمع شما برادران و دوستان خواهم رسانید. و حالا ما و شما درس هایمان درباره اقسام اعراب هست. درس های گذشته گرفتیم که اعراب به 4 قسم تقسیم می شود. رفع می شود که 4 علامت دارد. نصب می شود که 5 علامت دارد. خفض می شود که 3 علامت دارد. اکنون جزم را میگیریم که قسم 4 اعراب این جزم هست. صاحب کتاب الآجرومیه میگوید وللجزم علامتان، یعنی که جزم 2 علامت دارد. درس های گذشته یادتون باشد ما گفته بودیم که جزم خاص فعل هست، اسم جزم نمی شود، فعل خفض نمی شود. اکنون حالا درس امروزه ما و شما خاص فعل هست. میگه وللجزم علامتان، جزم 2 علامت دارد. یکم السکون، مانند لم یضرب، آخرش چی دارد؟ ساکن، لم یضرب. و دویمش حذف هست، حذف، مانند لم یضربا، نون حذف شدگی هست، اصلش لم یضربانی بود، نون حذف کردیم. یا لم یدعو، اینجا دا واو حذف کردیم، اصلش یدعو بود، یدعو واو قطعی نوشتیم، در آخرش واو بود. وقتی لم که آوردیم لم یدعو میگیم، واو حذف میکنیم. یا لم یرمی میگیم، اصلش یرمی، در آخرش یا بود، یا را حذف کردیم. برای چی؟ به خاطر آنه که علامت جزمش حذف هست، حذف حرف علت، یا حذف نونه که علامتی رفع هست، که در بالا ما و شما گرفته بودیم که در امثله 5 گفتنی فعلها که آن عبارت بود از یفعلان تفعلانی، یفعلون تفعلون تفعلین، همه 5 وزن آخرهاشان نون دارن. همینها در حالت نصب حذف میشد، در حالت جزم هم اکنون دانستیم که حذف میشده است. فقط در یک حالت باقی میموند که حالت چی است؟ رفع است. در حالت رفع این نون باقی میمونند. اکنون این بود مختصر معلومات درباره جزم و علامتاش که سکون است و حذف است. انا اکنون توضیح میتید، میگوید فاما السکون، اما سکون که گفتیم علامت جزم هست، میگوید فیکون علامتا للجزم فی فعل المضارع الصحیح الاخری، یعنی که سکون علامت جزم میشود در فعل مضارع که آخرش صحیح باشد. ما شما دانستیم که حرفای علت 3 تا هست، الف، واو، یا. غیر همین الف، واو، یا دیگه حرفا رو حرفای صحیح میگن. باقی مانده 25 حرفی که وجود دارد اونا رو حرف صحیح میگوین. در زبان عربی همگی 28 حرف است. 3 تاش
حرف علت است، باقی موندهش حرف صحیح است. اکنون همون را گفته ایستاده است که علامت جزم است در فعل مضارع. کدام فعل مضارع؟ واسه مثلا یضربو فعل مضارع، یدعو فعل مضارع، یخشا فعل مضارع. آیا همه همین ها داخل می شود؟ میگن نه، صحیح الاخری، آخرش باید صحیح باشد، یعنی حرف آخرش صحیح باشد. مثلا یضربو به حرف آخر حرف صحیح است، پس سکون در بالاش قبول میکنم، میشه میگم لم یضرب، آخرش ساکن داره. نه که یدعو آخرش واو، اصلش یدعو بود، یدعو واو، پس واو ساکنه قبول نمیکنه. چیکارش میکنیم؟ حذفش میکنیم که بعدش میارد. حالا مثلا که یقتلو، یقتلو فعل مضارع است، آخرش حرفی چه؟ حرف لام. حرف لام حرف صحیح هست، پس اگر لام که در اولش در آوردیم، لام که از حرفای جازمه هست، آخر فعل جزم میکند، ساکن میکند، پس ما چی میگوییم؟ میگیم که لم یقتل، آخرش ساکن میکنیم. اکنون ما فهمیدیم که سکون علامت جزم میشه در فعل مضارع که آخرش صحیح باشد. انا میره در ذهنتون جو کنید، آخرش حرفی صحیح باشد، یعنی که آخرش سه حرف نباشد، یکی واو، یکی الف، یکی یا، همین ها نباشد، آخرش ساکن میشود. خب ساکن همین هست و بس. میگذاریم در دوم علامت جزم. دوم علامت جزم گفتیم حذف است. میگه و اما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع معتل الآخر. میگه که اما جزم اما حذف، میگه معذرت میخوام، اما حذف یعنی که اودلیت کردن، از بین بردن، نیست کردن. اما حذف میگه علامت جزم میشود در چی؟ در فعل مضارع. کدام فعل مضارع؟ ما در بوله بار خوندیم که فعل مضارع ساکن است. انا اکنون اینجا اهمیت میگه فعل مضارع که معتل الاخر باشد، یعنی که آخرش حرف علت داشته باشد، آخرین حرفش حرف علت. مثلا که یدعو، یرمی، یخشا، اینها آخرشون واو یا الف دارد. پس اینها رو چکار میکنیم؟ انا همین جدا میگه حذف میکنیم. چی را حذف میکنیم؟ انا همون حرف علت خچ حذف میکنیم. مثلا که میگیم که یدعو حرف جازمه را آوردیم در اول لم مونده، میگیم لم یدعو، لم یدعو واو حذف کردیم، عین در بالوش ضمه، خلاص. پس ما جدا میگیم که یدعو فعل مضارع مجزوم به لم، لمی که در اولش موندیم، و علامت جزمه میگیم حذف حرف العله. حذف حرف العله اون چی است؟ واو هست، یدعو. یا که یرمی، لم یرمی میگیم، یا را حذف میکنیم. پس میگیم یرمی فعل مضارع مجزوم به لم و علامت جزمش حذف حرف العله. حرف العله چیه؟ یا هست. یا یخشا، لم یخشا میگیم، بس میگیم فعل مضارع مجزوم به لم و علامت جزمش حرف الف. یخشا بود، لم یخشا شد. پس اهمیت بدید، انا همین آخر فعل اگر سه حرف را داشته باشد در حالت جزم، حال در آینده میخونیم حرفای جازمه که یا فعل جزم میکند، دو فعل جزم میکند، اینها را در آینده بعد میخونیم. اینها اگر در اول فعل مضارع در آمد، فعل مضارع را آخرش را حذف میکرد اگر حرف علت داشته باشد. پس اکنون اینجا همون درسای گذشته که در بدان در صرف ما شما گرفتیم که گفتیم اقسام فعل یا اسم از دیدگاه حرف 7 قسم تقسیم می شود. اگر که در آخرش حرفی واو حرف علت داشته باشد، یا تنبا شما در بدان گفته بدیم که این طور فعل را فعل ناقص میگویند. فعل چی میگویند؟ ناقص. ناقص همون فعل هست که آخرین حرفش حرف علت باشد، یعنی سوم حرفش حرف علت باشد. پس در حالت حرف علت بودن
ما اکنون همه حرف علت حذف از بین میبریم. انا اینجا شما میتوانید که درست بفهمید که فقط یگانه حالتی ده که آخری فعل حذف میشد است در فعل های ناقص. در فعل های ناقص ما انا همون لام بابا، لام میزان ترازو را حذف میکنیم. مثلا یدعو اصلش بر وزن یفعلو میشود، لام حذف میکنیم وقتی لم یدعو میگیم لم یفعو میشود. لم یفعو لام حذف کردیم از اصلی باب یا از ترازو. این را بسیار متوجه باشید. پس این حذف علامت جزم است در فعل مضارع مطلق، نه در فعل ناقص. در فعل ناقص یعنی که آخرش حرفی چی داشته باشد؟ حرف علت. این یکم جا است. در دوم جا که جا است و فی الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون. دوم جایی که حذف علامت جزم هست در افعال خمسه هست. در افعال خمسه التي همون افعال خمسه که رفعها بثبات النون، رفع اونها با ثبوت نون هست. ثبوت نون یعنی باقی ماندن نون. در درس علامت رفع ما و شما خوانده بدیم که نون نشانه است، علامت است برای مرفوع، برای رفع بودن کلمه. پس ببینید مثلا میگیم که یضربانی میزنن ویها دو مرد، تضربانی میزنید شما دو مرد. ببینید آخرش چی داره؟ نون داره. نه یضربانی تضربانی. این دو تشید افعال خمسه یعنی امثله خمسه را دیتون بگید دو تشید نو. سیمش چی است؟ یضربون ویها مردها میزنند، آخرش داره نون. یضربون تضربون شما مردها میزنید. چند تشید؟ 4 تا. انا یه تا دیگهش موند تضربین تو زن میزنی. انا اکنون 5 تشید. انا این 5 تا را میگن که افعال خمسه یا امثله خمسه. بهترش امثله خمسهش بگیم، زیرا که فقط 5 فعل نیست، همین وزن ها در چیزی که بیاید هر فعل را آوردیم و موندیم. مثلا که یاکلانی تاکلانی، یاکلون تاکلون تاکلینا، یا مثلا یقتلانی تقتلانی، یقتلون تقتلون تقتلینا. ببین 5 تا شده ایست، هر فعل باشه 5 تا میشود. انا این 5 تا علا این گفتم نامش چی است؟ امثله خمسه. در همین امثله خمسه حالت رفعش به ثبوت نونه. چند تا روز من گفتم همش نون در آخرش بود. انا اکنون حالت جزمش میاریم که حذف نونه، میگم که لم یضربا. ببینید یضربانی بود، وقتی لم آوردم میگم لم یضربا، نون حذف شد. لم تضربا نون حذف شد. لم یضربو اصلا یضربو نبود، لم آوردم نون حذف شد. لم یضربو، لم تضربو، لم تضربی اصلا لم تضربی نبود، وقتی لم آوردیم نون حذف شد. اکنون انا همینی که حذف می شود انا همین را میگن علامت چی؟ علامت جزم. مثلا میگیم که لم یضربا، لم حرف جازمه است، جزم میکند فعل مضارع را. یضربا فعل مضارع میگیم مجزوم بلم، لمی که پیش خودش هست. و علامت جزمه و نشانه جزمش چی است؟ حذف نون. برای چی؟ یک سوال میکنه برای چی حذف نون است؟ میگیم لانه من الامثله الخمسه، زیرا اینکه انا همین فعل از امثله خمسه هست، از امثله 5 گانه هست. پس الفی که هست یضربا، لم یضربا، الف رو میگیم مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. که این اعراب انشاءالله در آینده ها با تفصیل میخونیم بدش انشاءالله. پس این بود درس امروزه ما و شما، جزم و علامتهایش که 2 تا هست. مختصرا اقسام اعراب یک بار تکرار میکنیم با هم. ما و شما در درس
اقسام اعراب در حالت رفع گفتیم که 4 تا چی دارد؟ 4 تا علامت دارد. رفع 4 تا علامت دارد. یکمش چی بود؟ ضمه بود. دومش یکم حالتش ضمه بود. دومش واو بود. سیومش الف بود. چهارمش ثبوت نون بود. این علامت های چی بود؟ رفع بود. اکنون باز علامت های نصب ما خوندیم که 5 تا علامت داشت. یکمش فتحه بود. دومش الف بود. سیومش کسره بود. چهارمش یا بود. پنجمش حذف نون بود. حذف نون همین امثله خمسه گفتیم، من همین را در نظر داره. حذف نون در همین امثله خمسه. پس معلوم شد که این نون هایی که یضربانی، یضربون، تضربانی، تضربون، تضربین در دو حالت حذف میشده، در حالت نصب و در حالت جزم. اکنون علامت های خفض یا علامت های جرش گفته بودیم. علامت های خفض 3 تا هست. کسره بود و همچنین یا بود، حرف یا که فتحه بود. و درس امروزه ما شما جزم 2 علامت داشت. علامت یکمش سکون، علامت دومش حذف. حذف حرف علت یا حذف امثله خمسه، نون امثله خمسه. پس این بود درس امروزه ما شما. در اینجا این درس رو به پایان میرسانیم. با این علامت های اعراب خلاص شد. اکنون درس آینده ما و شما درباره معرب، معربات خواهیم گرفت. ان شاء الله درس آینده با تفصیل در این باب صحبت خواهیم کرد درباره معربات. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.